خوب است صحبت خودمان را امروز اختصاص بدهیم به نظر بهائیان به وضع کنونی جهان و آینده آن بر اساس فصلی از کتاب آیین بهایی، پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی، نوشته دکتر هوشیدر مطلق. این مطلب را در 3 برنامه پی در پی مرور خواهیم کرد. امروز بخش نخستین آن را برایتان مرور می‌کنیم که امیدواریم موفق به شنیدن بشوید. دکتر مطلق می‌نویسند زندگی ما با شتاب روزافزون و شگفت‌آوری در مسیر تغییر و تحول پیش می‌رود. از جهتی تمدن جدید نوید دنیای بهتری به بشر می‌دهد و از جانبی مشکلات تازه‌ای برای او به ارمغان می‌آورد. در طی روزگاران گذشته هیچگاه عالم انسان با این همه انقلاب و دگرگونی روبرو نگشته. تغییرات و تحولات به قدری پی در پی و متواتر است که کسی را فرصت تأمل و تفکر نیست که فرجام این حکایت پرماجرا و تمدن سحرآسا به کجا خواهد کشید. تمدن این عصر کشتی گمشده‌ای را ماند که در تلاطم و کشاکش طوفانی سرکش و پرخوف و خطر گرفتار گشته، طوفانی که با شتاب روزافزون و شگفت‌آسایی بار سنگین و سهمگین خویش را به پیش راند و هر دم در امواج هولناک و پرهراس دریا در هم کوبد. مردم عصر ما که ساکنان این کشتی گم گشتند چنان پندارند که آنان را اختیاری در برگزیدن و شناختن هدف و سرنوشت خویش نیست. این ناظران ناآگاه به کمال ترس و بیم حرکات هولناک کشتی و امواج مهیب و وحشتزای دریا را می‌نگرند بدون آنکه به سرنوشت تاریک و سرانجام پرماجرای خویش پی برند. مشکل مهم اینجاست که طوفان ابداً تمایلی به آرامش و سکون ندارد و پیشبینی‌ها همه حاکی از آن است که وسعت و شدت آشوب و انقلاب دریای پربلا دم به دم در افزایش است. در اینجا بیانی از حضرت بهاءالله ذکر می شود که می فرمایند 2 نفس دیده نمی شود که فی الحقیقه در ظاهر و باطن متحد باشند. آثار نفاق در آفاق موجود و مشهود، مع آن که کل از برای اتحاد و اتفاق خلق شدند. و در بیانی دیگر حضرت بهاءالله می‌فرمایند امروز ناله عدل بلند و حنین انصاف مرتفع، دود تیره ستم عالم و امم را احاطه نموده. مقاله چنین ادامه می‌یابد: از ابتدای تاریخ تا حدود قرن 18 تمدن مادی بشر را چندان تغییر و تحولی نبود. هنوز بعد از هزارها سال رشد و تکامل مردم به کمک حیوانات و کشتی‌های بادی سفر می‌کردند. ولی پس از آن تمدن مادی به کلی دگرگون گشت، به حدی که بسیاری از علما و محققین یقین کردند که پس از هزارها سال رنج و کوشش و تحمل عجز و بندگی در آستانه آفرینش، بشر برای نخستین بار قدرت یافته که به نیروی خرد و دانش بدیها و دشواریها را از عرصه گیتی براندازد و جهان را مسخر اراده خود سازد. این وهم و گمان بیهوده و این رؤیای پررنگ و نگار در انظار مردم آن روزگار بسیار دلانگیز و پر ارج و اعتبار جلوه نمود، زیرا دانستنی‌های تازه و بدیع منظری بس سحرآمیز آفریده بود. جمعی از طلیعه‌داران عصر علم در آغاز قرن 19 به کمال امید و اطمینان بیان می داشتند که دور ایمان و آیین به انجام آمد و موسم دانش و هنر فرا رسید. بشر را دیگر نیازی به دینداری و خداشناسی نیست. علم داوری است یکتا و خداوندگاری غالب و توانا. ایمان ما دانش است و آیین و مرام ما تتبع و کوشش. پس از گذشت 1 قرن
ما به آشکارا می‌بینیم که این نوید و امید و آمال خیالانگیز و سحرآسا و این تصور طلایی رؤیایی بیش نبود. بعد از این همه حوادث هولناک و پیکارها و بیدادگری‌های عصر جدید می‌بینیم که نه فقط مشکلات بشر حل نشده، بلکه پیچیده‌تر و مبهم‌تر گشته و به راستی فرشته پرفروغ و فریبای دانش و تمدن و اهریمن رنجافزای ناکامی‌ها و ناهمواری‌ها همواره با ما همراه و همگام بودند. این بیان از حضرت بهاءالله را مرور می‌کنیم. به راستی می‌گویم هر امری از امور اعتدالش محبوب، چون تجاوز نماید سبب ضر گردد. در تمدن اهل غرب ملاحظه نمایید که سبب اضطراب و وحشت اهل عالم شده، آلت جهنمیه به میان آمده و در قتل وجود شقاوتی ظاهر شده که شبه آن را چشم عالم و آذان امم ندیده و نشنیده. اصلاح این مفاسد قویه قاهره ممکن نه مگر به اتحاد احزاب عالم در امور و یا در مذهبی از مذاهب. بشنوید ندای مظلوم را و به صلح اکبر تمسک نمایید. دوستان عزیزم، این بود گزیده‌ای از یکی از فصول کتاب آیین بهایی، پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی، نوشته دکتر هوشیدر مطلق. این مطلب را در برنامه‌های فردا و پس فردا دنبال خواهیم کرد. اینک به دنباله برنامه امروز گوش کنید.